وقتی به گرگ فکر میکنیم اولین چیزی که به ذهنمون میرسه تصویر یه شکارچی تنها و بیرحمه. نمادی از درندگی خالص که تقریباً هممون ازش میترسیم. اما قدرت واقعی گرگ فقط تو آرواره‌ها و پنجه‌های تیزش خلاصه نمیشه. اونا یه ارتش سازمان یافتن که هر عضو برای موفقیت کل تیم نقش حیاتی داره. گرگا با زبان بدن دستورات رو رد و بدل میکنن، تاکتیکای شکار رو نسل به نسل به هم یاد میدن و حتی برای همرزمایی که از دست میدن سوگواری میکنن. اما چطور ممکنه غریزه‌ای که برای درندگی مطلق ساخته شده همزمان بتونه عمیق‌ترین پیوندهای عاطفی رو شکل بده؟ اگه تو هم میخوای این رازو بدونی، کانال رو سابسکرایب کن و با من به دنیای گرگا بیا. اولین و ترسناکترین سلاح گرگ آرواره‌های قدرتمندشه. وقتی یه گرگ آرواره‌هاش رو روی طعمه قفل میکنه، فقط یه گاز ساده نیست. در واقع یه عملیات مهندسی شده است که برای خورد کردن طراحی شده. فشار آرواره یه گرگ میتونه تا 1200 پوند بر اینچ مربع برسه. این یعنی 2 برابر یه شیر آفریقایی و 8 برابر قوی تر از فک انسان. این فشار به قدری زیاده که میتونه استخون یه گوزن رو تو چند ثانیه خورد کنه. اما قبل از اینکه این آرواره ها به کار بیفتن، اول باید شکارچیمون هدفش رو پیدا کنه. اینجاست که حواس فراتبیعی گرگ وارد میدون میشه. مهمترین حس گرگ بویاییشه. داخل بینی این موجود بیشتر از 200 میلیون گیرنده بویایی وجود داره، در صورتی که ما آدما فقط 6 میلیون گیرنده داریم. از طرفی قسمتی از مغز گرگ که مسئول پردازش بوئه انقدر وسیعه که حتی از خرس گریزلی که به سلطان بویایی معروفه هم دقیق‌تر عمل میکنه. برای همین گرگا میتونن بوی یه حیوان رو از فاصله 3 کیلومتری تشخیص بدن. اما سیستم ردیابی گرگ به همین ختم نمیشه. برای یه گرگ سکوت مطلق هیچ معنایی نداره. گوشای مثلثی شکلشون مثل 2 تا رادار فوق حساس زنده‌ان که هر کدومشون مستقل از اون یکی میچرخه و روی ضعیف‌ترین امواج صوتی قفل میشه. این سیستم انقدر دقیقه که میتونه تپش قلب یه خرگوش وحشت‌زده رو که زیر برف پنهون شده از چند صد متری بشنوه، یا حتی صدای نفسای یه گوزن و لابلای درختای انبوه جنگل تشخیص بده. وقتی صدا موقعیت هدف رو لو میده، نوبت به چشما میرسه که کارو تموم کنن. چشمای گرگ طوری تکامل پیدا کردن که بتونن کوچکترین حرکتی رو ردیابی کنن. پشت شبکیه چشمشون یه لایه آینه مانند به اسم لوسیدم وجود داره. یه جور تقویت کننده نور داخلی که بهشون اجازه میده تو تاریکی شب دنیایی رو ببینن که برای ما فقط تاریکی مطلقه. اما فقط دیدن هدف کافی نیست، باید بهش برسی. اینجاست که موتور محرکه گرگ وارد بازی میشه. پنجه‌های کلفت و محکم گرگ مثل میخ‌های زیر کفش دونده‌های 2 میدانی عمل میکنن و تو هر قدم زمین رو چنگ میزنن تا بیشترین کشش رو ایجاد کنن. بیشتر شکارچی‌ها با یه حرکت برق‌آسا کار رو تموم میکنن. اما گرگ یه دونده ماراتونه، یه تعقیبگر خستگی ناپذیر که میتونه طعمه‌ش رو بیشتر از 70 کیلومتر دنبال کنه تا جایی که قلب قربانیش دیگه توان تپیدن نداشته باشه. اما ترسناکترین ویژگی گرگ فقط قدرت بدنیش نیست. خطرناکتر از پنجه‌ها و آرواره‌هاش چیزیه که تو ذهنش میگذره. یه قانون نانوشته که از اولین گرگ تا امروز نسل به نسل منتقل شده. گرگ تنها شکار میشه، اما گله کابوس جنگله. حرکت گله با پیرترین اعضا شروع میشه. اونا سرعت رو طوری تنظیم میکنن که هیچ کس، حتی ضعیفترین اعضا هم جا نمونن. درست پشت سرشون 5 تا از قوی ترین و با تجربه ترین جنگجوها قرار دارن. اینا خط مقدم دفاعی گله‌ان و هدف اصلیشون اینه که با هر تهدیدی مقابله کنن. تو قلب این ارتش متحرک با ارزشترین داراییشون پنهون شده، توله‌ها و ماده‌ها که آینده نسلشون رو تضمین میکنن و با وسواس ازشون محافظت میشه. پشت این گروه 5 جنگجوی قدرتمند دیگه حرکت میکنن. اینا نیروی پشتیبان و دفاعی عقبن تا هیچ خطری از پشت به گله نزدیک نشه. انتهای این صف منظم قوی ترین و با تجربه ترین عضو گروه حرکت میکنه. اون رهبر گله است که از همونجا کل اعضا رو زیر نظر داره، جهت حرکت رو تعیین میکنه و تصمیم میگیره کی وقت شکاره.
اما راز این هماهنگی خیره کنندشون زوزه هاییه که کدگذاری شدن و هر آوایی معنی خاص خودشو داره. اونا میتونن با تغییر سریع فرکانس صداشون کاری کنن که صدای یه گله 4 نفره مثل یه ارتش 10 نفره به گوش برسه. این یه تاکتیک روانی برای فریب گله های رقیب و ترسوندن اوناست. در واقع با این کار دارن بلوف میزنن که ما خیلی بیشتر از چیزی هستیم که فکر میکنیم. از طرف این حالت زوزه کشیدن فقط یه جست نمایشی نیست. زاویه‌ای که موقع زوزه کشیدن به سرشون میدن یه تاکتیک فیزیکیه که باعث میشه صداشون از هر مانعی عبور کنه و تا شعاع 16 کیلومتری به گوش برسه. اما قدرت زوزه ها فقط برای ترسوندن دشمن نیست. همین آواها زبان تعهد و وفاداریشونه. گرگا تو زندگیشون فقط یه جفت انتخاب میکنن و تا لحظه مرگ کنارش میمونن. این فقط غریزه نیست، یه پیمان قلبیه. با هم شکار میکنن، با هم توله هاشون رو بزرگ میکنن و اگه یکیشون بمیره اون یکی ممکنه تا آخر عمرش تنها بمونه. این تعهد تو کل گله جریان داره. اونا حتی برای عضوی که میمیره عزاداری میکنن. همون موجودی که آرواره‌هاش استخونای یه گوزن و مثل یه چوب خشک خورد میکنه، با از دست دادن همرزمش قلبش میشکنه. اونا هیچ وقت همدیگر رو رها نمیکنن. دور جسد جمع میشن، سراشونو به سمت آسمون میگیرن و با زوزه هایی که جنسش با همیشه فرق داره براش مرثیه میخونن. این دیگه فریاد جنگ یا اعلام قلمرو نیست. این صدای اعلام شکسته، اعلام این که یکی از ستونهای گله فرو ریخته. این ارتش خاکستری بهمون یادآوری میکنه که قدرت واقعی حساب بانکی و ماشین زیر پامون نیست. قدرت واقعی اونایین که وقتی زخمی و زمین خورده‌ای تنهات نمیذارن.